نام من خانم رابیه، یکی از استادای صنفای محلی در افغانستان. چون که اونجا مکتب از اینجا دوره، طفلا هم رسیدگی نمیتونم. خب من سرسم میایم. خب من اونجا بچه استاد به عنوان استاد نمیرم سرسم. من مثل مادر از اینا، همین چه که توان میباشه من به اینا کوشش میکنم که اینا انجام میدم، به اینا که اینا بفهمم بیشتر به هر طریقی که باشه اینا هندی افغانستان روشن‌تر شه، اینا یک چیزی بشم. چون هم اقتصاد اینا ضعیف، اینا به دیگه جا بردن نمیتونم، مکتب از اینا دوره، دسترسی ندارم. بخیر شما کلان شیم، دکتر شیم، انجینر شیم، پیلوت شیم، میگم میتونیم. شاگردا او هم یک شخصیه که درس خوانده، تدریس کرده. و قسم به اینا چه میکنم که اینا نگن که اوقدر سخته که اینا این کار کنم. خب من خود یک مادرم، احساس یک مادر دیگر میکنم که من که یک مادرم به طفل خود علم مایی که در آینده طفل من چی شه. خب ما مگری به اینا دل بسوزانیم، ما دیگه اینا نمیتونم چی به اینا رسیدگی کنیم که اینا کارم چی بشه. به خنده درسه، همه جا به خنده و به مثال و مسالا و ایت قصای به اینا میگم که جالب باشه، هم سرال باشم، خوشحال باشم به حرفام دوش.